خوانندگان و دانشجویان دوشنبه روز 2 مرتبه صبح و بگاه نقشه‌هایشان را تمرین می‌کنند. آنها نمایش جشنی را آماده می‌سازند. در پشت صحنه جای پای ماندن نیست. تا جشن استقلالیت 3 روز دیگر مانده است و اشتراکچیان باید نقشه‌هایشان را عالی اجرا کنند. برای تماشای نمایش امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هم می‌آید. با چنین رژه تمرین دانشجویان فرصتی درباره تحصیل فکر کردن ندارند. راهپیمایی‌های بخشیده به جشن‌های بزرگ سال 3 و یا 4 مرتبه برگزار می‌شوند. محصلین هنگام تمرین‌ها از درس‌ها آزاد می‌گردند. مقامات تاکید می‌کنند شرکت در تمرین‌ها داوطلبانه است، هرچند در هر مؤسسه تعلیمی باید شماره معینی دانش آموزان را به معرکه سفربر کنند. از ساعت 4 بیایم تا ساعت 9 در همین جای رقص میکنیم. اساس ما در بگاه آمده مشق میکنیم برای اینکه در عبد بسیار هم گرم میباشد. بگاه با آمده مشق کرده. در اساس رقص کنی ما نمود هیپ هاپ است. ما نمود روسی را رقص میکنیم. همین طور دانشگاه سلاویانی را پیشواز میگیریم. کارگردان‌های نمایش جشنی درباره جزئیات برنامه معلومات نمی‌دهند. شماره دقیق اشتراکچیان و محتوای نمایش هم آشکار کردن نمی‌شود. مهمتر از همه خرج معرکه را همیشه پنهان می‌دارند. در سالهای اخیر کسی درباره خرج برای نمایش‌های بزرگ اطلاع نداده است. کارشناسان می‌گویند خرج‌ها زیادند و ضایع کردن پول دولت. از نگاه من همه این به کسی لازم نیست. این تلف کردن پول بودجه می باشد که آن را میشد برای پرداخت مبلغ نفقه، قرض آموزگاران و یا قرض خارجی صرف نمود. حتی اگر طوری میگویند خراجات از کیسه صاحبکاران است، این هم پول تاجیکستان است. باید آن را نیز ثمراناک استفاده کرد. مثلا صاحبکار می توانست آن را برای پیشرفت کار خودش خرج کند تا اینکه بعداً به بودجه دولتی انداز سپارد. این تلف کردن وقت مکتب بچگان و دانشجویان است که می توانستند در این مدت دانش آموزند و در فعالیت بعدیشان استفاده کنند. در تاجیکستان جشن استقلالیت همیشه پرشکوه تجلیل کرده می شود. این حادثه مهمی سال محسوب می یابد. اما امسال جشن با افتتاح چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون موافق می آید. از اینجاست که می توان جشنی با شکوه تر را انتظار بود.